سلام بچه چطورین؟ حالتون چطوره؟ اومدیم گفتم با کانتنت خفن برمیگردم. اومدم با یه کانتنت خفن مقایسه بین 3 تا یوتیوبر ایرانی با خارجی. من نمیدونم مقایسه ها درست باشه یا نه، این چیزی که از نظر خودم. خب تو اینا هم یک چیتر 100% داریم تو مقایسه خارجی، نه ایرانی ها که همه کلینن، اصلا ایرانی ها چیت نمیزنن. حالا قبل اینکه بریم سراغ ویدیوی باید چیکار کنیم بچه؟ یه لایک و یه ساب، لایک هم ندادی سابو بزن، یه حمایت کوچیکی کن به من که این بالا. و اینکه نمیدونم چرا امروز حالا کمی بده، ولی خب میریم ویدیو میگیریم، در ادامه توضیح میدم کی با کیه بدون معطلی. برو بریم برای ویدیو. خب بچه ها حالا الان باید چیکار کنیم؟ من بزنیم صفحه رکوردینگ رو ببندم. خب الان میخوایم مقایسه 3 تا مستر راشو با B2K، طبیعتا مستر کیلر با فیکسا چیتره، ولی مستر کیلر فرقش اینه که کیلونه و حسین امین و BNL. جای یه نکته اشاره کنم خودکارم افتاد، این که من اومدم حسین امین رو با BNL مقایسه کردم. ببخشید یک احترامی به حسین امین ده، اصلا BNL در حد حسین امین نیست، ولی خب گفتیم حالا پدر پسری یه دعوتی هم از BNL کنیم، مگه نه؟ خب اول ببینیم مستر ماشا و B2K. به B2K ببینیم. این ویدیو جدیدترین ویدیوشه، من B2K زیاد دنبال نمی کنم، فهمش هم شورت میذاره. برای این ویدیو ما ویدیوی لاین نیاز داشتیم، فقط یه لحظه باشید من اینو براتون کیفیتشو درست کنم. میگم اصلا B2K و اینا اصلا مقایسه خوبی نبود واقعا. BNL و حسین امین برم توی پسندیده ها. او 10 میلیون ویو خورده. حالا یک کمی همه حواسم پرت میشه بچه، هی میزنن روی بذار یه کاتی هم بذاریم وسطش. من یه نوتا کیفیتش هم 720 بعد کات برم کات بودیم. خب بذارم بزنم جلو ببینم کیفیت درسته. نتا هنوز خرابه وضعیتش، ولی خب ببینیم. خب اولی با اسنایپ شروع شد. خب اینم زد. واقعا پیکی اسنایپر خوبیه، من شورتشو میبینم، ویدیوی شورتشو میبینم، واقعا خوبه. بذار من صداش رو کمی کم کنم، خیلی صداش زیاده تو صدا. همه هم داره هیت میزنه دهنه تو سرویس. اسنایپر داداشم، شاید کیفیت هم بیارم پایین کمی. خب نتا یاری نمیکنه لامصب. من سرعت نتم 200 کیلوبایت بچه اینقدر ظاهر حسابش واقعا B2K ارزشی نداره که ویدیوشو ببینیم. ببینم خب با گانش طبیعتا اونقدر مثل چی خوب نمیده. بزن 480 رو نمیشه با گانش، طبیعتا بدتر که نه، ولی خب نسبت به اسنایپش نمیزنه. اسنایپش چیت لامصب، حتی من اسباگ اسنایپ هم زیادم. خب آور تا الان خوبه. اون نراسه هم پیش نمایش چی بود؟ تیزرش بود. تیزر هم ولش کن، بهتره ولش کنیم. اوه با تک اسنایپ، با این اسنایپ حالا با یه اسنایپ داغونی هم داره بازی میکنه، انقدر هیت میزنه نمیدونم واقعا چیته. شوخی میکنم. از لحاظ لوت کردنش به مثل ما شد نمیرسه. آیه حمایت ایران. ای بابا دوباره افتاد این پیرانه. آهان یکی دوت خواه یه اسنایپ درست حسابی گیرش کن.
خوبه چیه؟ بذار اینجاش هم ما ببینیم بعد بزنیم داره، چون سر هر ویدیو بیشتر 2 دقیقه نمیخوام مقایسه کنم. ویدیو دوست دارم زیاد طولانی کنم، هم شما خسته میشید هم خودم. طبیعتا موقع مخاطب حفظ نمیشه توی این ویدیو و ویو کم بخوره و اینکه بنده ما تا اومدیم فعالیت شروع کنیم لامصب جنگ شد بسیم امتحانات تموم شده ما شروع کنیم دیدیم اینجا یه خیال باطل. خب اینم ببینیم تیکونه میرت میزنه، اینو بزنم هیدشون نزنی میزنه. اوه دیدی؟ نگفتم هیدشون خب اوه دیدی که خیلی اسنایپش شده درست، ولی در اینجا یه چیزی رو بگم به مستر مارکت بمیرسه. من مستر مارکت خیلی گیم پلی میذاره، اون ویدیو گیم پلی که میخوام ندارم، مثل میتویکه یکی از گیم پلیشو پیدا کردم بزنم کجا بزنم، مثلا اینجا میزنم دیگه با کیفیت 408 بکن نتمون بچه ها یاره رو میکنه وگرنه من دوست دارم بزنم این. حالی خب شروع شده هم بازگانش خوبه، نسبت سنسش خیلی تونده، من دیدم 5 بود نمیدونم بایش 5 بود ایکسش 3 بود، خیلی سنسشون حقیقتا من اصلا نگرفتم. بعد پی آی ماستش هم 1200 تو فکر کن چقدر زیاده. اوه برای ویدیو گیم پلیش هم ادیتور گرفته حاجی، هزینه خدا وکیل. کمی صداش زیاده باریکلا. من فکر نکنم بیتو که خواب بکنم از همینجا میگم مثل تموم واقعا دارم به بچه یوتیوب خیلی تنگ شده بود این کانادا، چون ویدیویشی نمیذاشت هیچ یا نه تنها کانتنت فری فایر هیچ دگ و وایت نه خب میگیرم چه وست کرده ریف شد. پس این شکل میکردم الان یکی در باز کنه و من ویدیو کات بزنم و دهنم سرویس شه و حالی کات ندارم. من وقتی ادیت میزنم دوست ندارم زیاد کات بزنم، کل ویدیو کات بزنم بسا بیام پیشاریم خیلی هم بلند حرف نمیزنم. ولی خب نمیگم ولی خب پس به قول همین بزنستانی خب ترسم الان قد شده باشه و دوست دارم گوشی از همین رو فرق کنم دیگه خیلی فقط قد نشده باشه. برو من نمیبینم ویدیو میبینم بذار بزنم اونجا که اسنایپ دسته حالت فوق اسنایپ بیاره فکر کنم این بشه 3 تا و من از 3 تا اسکاهش اسنایپشو دیدم بسته حالا این گیم پلی خوبی ازش در نمیدونم بذار اینجا بزنم ببینم بالا میاد اوه من چه آهنگ انگلیسی میخونم خوبه اسنایپ مثل خیلی بهتر از بیتو 100% من میگم. این گیم پلی درست نبود مثل پیدا کردم ولی خب چون من گیم پلیش هم زیاد نمیدونم، من گیم پلی بچه ها بیشتر میدم نه خارجی ها رو، اونا هم وطن هم حتی دقیقا بیتو که یه فقط شورتاشون هم که اینستا ویدیوی شورت دوباره تاکید میکنم. من خب مثل همه میشناسیم 100% ویدیوهاش هم دیدید اسنایپش هم دیدیم از لحاظ لوت سرعت سنستون کنترل روی بازی یخ زدن کار خیلی با یخ خوب بودم هم یه مثل
من حتی اینا هم مثل خوب نبود گفتم بازم مثل B2K من نمیخوام انتخابش کنم. آقا میخوایم بریم سراغ چیتر اعظم فیکسا. الان این رو من کپی رایت بزنم میدونی دوست دارم چیکار کنم؟ حالا خودت میدونی چقدر دوست دارم چیکار کنم. کارهای خوبی نمیکنم. فیکسا اوه واو چه کلینی فیکسا با شارژ بوستر داره میزنه. اوه 20 نفر تو من لایک کنم من ساب کنم تو رو. من این ویدیو لایک کردم که گم نکنم وگرنه همین الان لایک تو برمیدارم. چیتر بدبخت 300 کا ساب داره. تراگون بزن سطح بازی عقده‌ای به تمام معنا. عقده‌ای بدبخت اسکوپ هد میزنی اینجا نها کنی. 1 2 3 تا 4 تا اینا هم باتن. های کسر داری بات میزنه اینقدر خوشحالی. این با بات چه کار میکنه؟ داره تازه بعضیشون بات بودن ولی هماهنگ شده. آره 30 نفر تو یه خونه جمع شده با هماهنگی بود. یعنی تو میگم چیتر هم باشی بلد نماشی بازی کنی چرا چیتر باشی راحت میزنی. نه اصلا رو یه رد داد. این چیتر یه نقصایی هم داره و بعضی موقع اینایی که ناک شدن هم میزنه. چیتر نقص دار یه وست نمیزنه که ما بگیم آره از اون فاصله با تلفن هد بزنیم. آجه حالا به هم میخوره ویدیوشو میبینم دستان خوب میشه. من الان در حضور شما که نمیتونم خوش شدم ولی بعدا خودم تنهایی ویدیو میبینم کسی نباشه یک از اون این کلین اعظم آقای مستر کیلر جان که الان با چهره هم اومده ولی چه چهره ای؟ این که ماسک زده طبیعی نیست نباید با ماسک زیاد ولی ما این ویدیو رو میگیریم چه ببینیم. 480 نداشتم مستر کیلر جان شرمنده. شما معطل میشید اگه اینجا رو 10 ثانیه بزنید جلو معطل نمیشید. خب نه نت خوبه بعضی موقع 480 اگر من 720 میزنم میدید بالا نمیبور از دب. این چلینه نه اون چیتره. آره وای من هر کاری کردم تراگون نتونستم بزنم. قلق داره حال و حوصله‌شو ندارم. من خیلی رگ میزنم باگ بشم حال و حوصله ندارم. من خب انشالله در آینده بسیار نزدیک خودم با تراگون مثل کیلر میزنم. حالا میبینید آینده نزدیک مثلا وجود نداشت و من آره شروع میکنم به همین راحت. این کاستومای دوستانه آره اصلا معلومه چطوری میزنه. نگاه کن این کلینه نه اونی که تو میزنی. فیکسا جان که نه اینجا مخاطب نشسته نمیتونم خوش بدم. نه یه فیکسایی نشونت میدادم خودت چک کنی. این آدم خسته نمیشه. من انقدر حرف زدم خسته نشدم واقعا. تازه من مثل که بیشتر وقت میذارم حالا هر چقدر میخواد ویدیو بشه. این واقعا داداشم خفن خوش استایل خوش تیپ آره حاجی کپی رایت نشه باشه آهنگش نه نداده دیگه. من چه اسکلیم. ایران ایران فلنگ این یارونه با شاتگان نمیتونه بزنه. خب اصلا نداشت فیلت بیرون چه خوب زدش. الان اینو باید با فیکسا رو برو کنی. خدا شاید فیکسا هم میزنه جدا میگم. این که چیتر باشه میزنه. این آفلاین شده بود. داره تک میزنه بچه ها. یارش هم از سیل تراگون بده
6 به 6 دارن میزنن. این یارش فکر کنم برای ریپه. من ابرومو لطفا خرابه. اوه خدا وکیلی. انتظار ریپ دارم فیکس ها. 100 در میلیون هزار دارم میگم. آقا الان قراره بریم مقایسه پدر پسر. چه پدر پسری واقعا مقایسه. اول بریم پسر رو ببینیم بعد پدر. وای چی گفت تا بشی یا گفت اسکوله عرب بدبخت. بات هم میزنه آخه بدبختی اینه بات میزنه. نه سطح بازی رو باشه بوز میچرونی اینجا. اینا پلیر هم چیه یارو وایستاده داره میزنی وایستا اینه. من کیفیت هم کنم 480 داد دیگه. نه داری چی کار میکنی داداش؟ من تو پیک میرم مثلا ثانیه اول نمیگه که میزنن منو. اینقدر پلیر نه اینا چون بات میافته جلوشون. بدبخت. حداقل اگه این الان یه کمی بازیش خوبه بیانه که نباید اسمش رو ویدیو رو میره کپی رایت بزنه هر داده. چرا پست دادم واقعا زشته. اینجا سانسور میکنم ولی خب بدبخت 6 نفر رفتن سر یه نفر. یارتون بود. آره واقعا اگه این بازیش خوبه از پدر یاد گرفته. حتما اینجوری بوده که از پدر یاد گرفته و بازیشو انقدر خوب کرده. بعد میبینید آره آقا من اینجا باید کل ویدیوه چیو ترول فیس بزنم خدا وکیلی. اینا پست اینستا میزنم این ترول فیس هایی بزنم. من باز از پدر خوب یاد نگرفتی واقعا بینه. این باید وقتی از پدر یاد میگیری درست و یه تو کپی رایت بزنی. من میدونم تو این استا تو رو چه کنم. این استا که نمیدونی کپی رایت بزنی. آره باید چه ثابت کنی عکس که ازت نشم ویدیوات از برو بزن. مثلا هشتگ بیانل هم نمیزنم تو کپشنم افت داره. هم فیکس هم بیانل تو که خدا وکیلی کلین بازیش هم خوبه. خب الگوه مثلا الگو که من نه حساب نمیشه میکنم. من اگه بخوام الگو حساب کنم توی بازی یکی مستر و یکی حسین امین 100% الگو بچه های ایرانی خوبه. اینا خوب زد به عنوان یه آره خوب زد. این چه باتی بود یارو پشتت. حالا باید ببین از پدر وقتی یاد بگیری اینجوری میزنی آقای بینه. لایکت هم برمیدارم که یاد بگیر و پدر هیچ خاطرین میگه پدر رو ببینیم. من یکم اینجا لابیه بذارم جلو. از اینجا که کیه اول میزنه شروع کنم چون میخوام تایم ویدیو زیاد نشه. اگر من اینا رو دیدم خودم. من ویدیو گیم پلی میام زیاد نبودم این روزا ولی قبل جنگ و اینجور چیزا که بودم گیم پلی رو بیشتر میبینم. چرا؟ اون ویدیو هستی خب هزینهش زیاده. این زمانش زیاده. هزینه مهم نیست زمان مهمه. تو هر چقدر پول بدی که داشت این دادی آره ولی خب چی مهمه؟ زمانو که نمیشه خرید. خودم تروفیس من ویدیوی تروفیس خیلی میتونم بذارم. اکانت هیپاپی ها پول داری اره نه من گفتم نه اره امین ممبر نه این سنش بگو اره من چرا این کار رو میکنم خطایی محمد اره واقعا خدا ویدیوش خیلی فیلم میدم و محمد فکرم ام انگلیسی نو من خواهر جدی امیر ام به خدا بعد این ویدیو اگه ویدیو ببینه لعنت. ببین وقتی از پدر یاد بگیری باید اینجوری هد بزنی های گیمر. شما یاد نگرفتی درست نمیزنی. خب یاد بگی بچه جان
این الان چند دقیقه دو شد. من خسته نمیشم، خودم برای این ویدیو دوباره نمیبینم، لایکش هم میذارم باشه و اینکه فقط جلوی خودتون مثلا حسین امی بذار یه کامنت هم براش بذاریم بنویسیم جان خوش تیپ چیه اینجا اینجوری هم بزنیم نظر رو برای حسین امی ثبت میکنیم. من یادم از کنم بذارم و ویدیو رو ما اینجا 19 دقیقه ویدیو شد، خیلی زیاد شد ولی نگذید که بدونید ایران و ایرانی همیشه برشانش بالاست. حتی اگه اینا بهترین بودن من 100% میگفتم ایرانی. چرا؟ چون اینا دوتاشون پیچیده بودم. B2K واقعا بازش خوب ولی به مستر وان شات نمیرسه از هیچ لحاظ، از هیچ سطحی، از هیچ فرق نمیرسه. بیانم که اصلا متشون من میتونه پسر از پدر بزنه بالا، میتونه آقا چقدر ترول فیس و مستر کیلر رو فیکس که اصلا فیکس ها دلقک بوده و مستر کیلر 100% 100 در میلیون هزار. این بود، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک ویدیو بزنید، سابو بزنید، رنگورش هم زدید نزدید مهمه ها، ولی میدونم حالشو ندارید، همون سابو لایک کنار هم این بزنید و تموم شد و یه حمایتی کنید و تا فردا و یک ویدیوی خفن دیگه. خدا